سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم ولاگ رانندگی داشته باشیم در مسیر ساحلی چمخاله به مرکز شهر انزلی. امروز جمعه 6 بهمن ماه و ساعت 9 صبح. در این ولاگ ما قصد داریم از شهر ساحلی چمخاله در مسیر زیبای ساحلی به شهر زیبای بندر انزلی حرکت کنیم. این مسیر حدود 86 کیلومتر هست و به دلیل درخواست عزیزان این ویدیو رو ضبط کردیم. این مسیر که از چمخاله شروع بعد از گذشتن از روستاها و شهرهای زیبای ساحلی گیلان مثل چاف، حسن بکنده، محسن آباد، کیاشهر، زیبا کنار، امین آباد، حاجی آباد، منطقه آزاد انزلی، حاجی بکنده وارد شهر زیبای انزلی خواهیم شد. شهرهای چمخاله و چاف جزء شهرستان لنگرود، روستای دستک و کیاشهر جزء آستانه اشرفیه، زیبا کنار جزء شهرستان رشت و منطقه آزاد انزلی هم جزئی از شهرستان انزلی هست. تمام این شهرها و روستاهایی رو که نام بردیم جزئی از زیباترین مناطق استان گیلان هستش. قبلا در کانال ولاگ گردش در بازار ماهی فروشان و پرده صیادی دستک، گردش در شهر کیاشهر، گردش در بخش‌های مختلف منطقه آزاد انزلی مثل آکواریوم، بازار محلی و هفتگی انزلی، گردش در بازار و شهر لنگرود رو در کانال قرار دادیم که پلیلیست مربوط به هر یک از این شهرها رو در قسمت توضیحات این ویدیو براتون میذارم. سعی کردیم این ویدیو رو به بخش‌های معین تقسیم کنیم تا بخش‌های مربوط به رانندگی هر شهر و روستا مشخص و دسترسی به اونها ساده و راحت باشه. تأکید کنم که تا مرکز شهر انزلی این ولاگ ادامه داره، پس امیدوارم تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. خواهشم با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
thank you